درود بر شما دوستان هموطنان عزیزم. محمود رضایی هستم و اینجا کافه اندیشه است. امروز اومدیم راستی آزمایی بکنیم سخنان آقای بنیامین نتانیاهو رو که ایشون گفتن مردم ایران لیاقت بهترین ها رو دارن. خیلی حرفا زدن در فاکس نیوز، یکی از بزرگترین خبرگزاری های جهان و آمریکا که میلیون ها میلیون انسان در تمام در واقع کره زمین این اخبار رو میشنون و این خبر رو شنیدن، خصوصا شخصیت آقای نتانیاهو که این روزها بسیار خاص بوده. دوست و دشمن حرف ایشون رو شنیدن. وقتی ایشون میگه مردم ایران لیاقت بهترین ها رو دارن، وقتی ایشون به مجری آمریکایی که بسیار مجری معتبری هم هست میگه میدونید بهترین دوست شما کی هست و اون میگه خب منظورتون اسرائیل در منطقه، بعد میگه نه و میگه مردم ایران. مردم ایران هم مثل اسرائیل بهترین دوست آمریکا هستن و میتونن بهترین دوست اسرائیل و آمریکا در فردای دنیا باشن، تغییر بدن دنیا رو. خیلی خیلی صحبت‌های آقای نتانیاهو در واقع اینقدر مهم و اینقدر برای ما ایرانی ها جذابه که بعضی ها میگن داره هندونه زیر بغل ما ایرانی ها میذاره. اما ببینیم آیا راست میگه یا هندونه زیر بغل میذاره. برای اینکه ما بتونیم راستی آزمایی بکنیم، یادمون نره که در این 40 و چند سال هر کسی هر کاری خواسته بکنه، مخصوصا از درون، به اسم ما مردم ایران صحبت کرده. مثلا برای رأی دادن ما رو تشویق کردن و گفتن که مردم ایران مردم فهیمی هستن چون میان به روحانی و احمدی نژاد و رفسنجانی و رئیسی رأی میدن مثلا. پس فهیم بودن ما رو همیشه گره زدن به این که براشون کاری بکنیم. اما در این داستان آیا نتانیاهو هم داره از همان دستور، از همان روش استفاده میکنه؟ خب برای اینکه متوجه بشیم که صحبت آقای نتانیاهو چقدر صحیح یا ناصحیح هست، لازمه یک مقایسه هایی رو انجام بدیم و در نهایت خود شما نتیجه گیری رو خواهید کرد. ببینید، مردم ایران مردم صلح دوستی هستند. شمایی که دارید این ویدیو رو میشنوید واقعا انسان صلح دوستی هستید. دوست ندارید بجنگید، دوست ندارید خونریزی کنید، دوست ندارید بکشید و کشته شوید. دوست دارید با همه، با دوستان، با همسایه ها، با کشورهای دیگر رابطه داشته باشید، سفر برید، اونها بیان، شما پول ببرید خرج بکنید، لذت ببرید، اونا بیان پول خرج بکنن و زندگیتون و جهان رو یه لول، به قول انگلیسی ها لول اپ بکنید، بیارید بالا. این واقعیت جامعه است که من دارم میبینم. شما تمدنتون رو دوست دارید، ایران باستان رو، تمام سمبل هاشو. شما وقتی نام کوروش میاد بدنتون شروع میکنه به حس مثبت شدن و غرور کردن. شما وقتی اسم منشور کوروش میاد افتخار میکنید. شما وقتی به ساختمان تخت جمشید نگاه میکنید، به هزاران هزار سال فرهنگ، شعر، موسیقی، ادب و تأثیر فرهنگتون بر دنیا نگاه میکنید، مغرور نمیشید اما به خودتون افتخار میکنید و خوشحال میشید. از طرفی ما حکومت رو داریم که تمام این سمبل ها رو دشمن خودش میدونه. روزی که شما میخواید برید در پاسارگاد و به خاطر عشقی که به اون مرز و بوم دارید و با پدر قدیم این مملکت کوروش و بزرگ، اونها راه رو میبندن، میزنن، زندان میکنن، از چند روز قبلش هزار کار میکنن. شما تصورشو فقط بکنید، حکومتی که تمام راه ها رو با اسلحه و گارد و نیروی نظامی و تانک میبنده، تمام گذرگاه ها حتی بر روی کوه ها مأمور میذاره تا مردم نرن در پاسارگاد. شما تفاوت رو که میفهمید متوجه میشید چقدر مردم با حکومت فاصله دارن. از نکات دیگر جنگ طلبی است. ما وقتی نگاه میکنیم حکومت مظهر جنگ، مظهر نفرت، مظهر کشتن، مظهر شکنجه، قتل عام، کور کردن، چه مردم خودمون چه مردم خارج، و آن چیزی که اسمش نابودی انسان و بشره. انگار این مجموعه یک مجموعه آخر از زمانی است با یک هدف آخر از زمانی که آمده نابود بکنه با زور شمشیر و بگه من هستم به خاطر عقیدش. دقیقاً
برعکس مردم ایران که انگار یک تکه‌ای از صلح و بهشت هستن، فقط دوست دارن، اصلا در فرهنگشون نگاه بکن، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، همه جا عیسی به دینش، موسی به دین شما، در تک تک کلام، فرهنگ، شعر، موسیقی، هر آنچه این مملکت از قدیم داشته مدارا، صلح طلبی، دوستی، گذشت میبینی. و برعکس در این 40-50 سال که این آخوندهای جنگ طلب خونریز آمدند، گویا 100% راه رو تغییر دادن به سمت بکش و قاتلوهم، بزنشون، نابودشون کن، سنگسارشون بکن، هر آن کس این گونه فکر نکرد بکش، سر ببر، دست ببر. این فرهنگ تفاوت بین مردم و حکومت از چیزی که نتانیاهو هم بهش اشاره کرده. یه پرسش دیگری که مطرح میشه، آیا ما اشتراکاتی با اسرائیل و آمریکا داریم که ایشون فرمودن مردم ایران بهترین دوست ما هستند؟ خب ما که الان در حکومت جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم. وقتی شما نگاه بکنید، برای نمونه میگم، منشور کوروش بزرگ که گفتم بهش افتخار میکنیم، تعارفی که نداریم، خود آمریکایی ها گفتن در اون قانون اساسی آمریکا که خواستن بنویسن، از این منشور استفاده کردن. شما گوشه گوشه جهان رو که بری، هر قانون اساسی مدرنی رو که ببینی، وقتی میگه انسان ها برابرند، اون اولین پیام، این اولین پیام کوروش است. پس این نشون میده ما چقدر اشتراکات داریم که از قضا از ریشه های ما به دنیا صادر شده. غروری نیست، افتخاره، چیزی نیست. خب از جوامع دیگر هم چیزهای مثبتی برای ما آمده. این فهم متقابل، این عشق متقابل از جاهای مختلف میرسه. اما چون روی سخنم در این لحظه با این موضوع بود، گفتم چقدر اهمیت داره. پس ما ریشه های مشترک داریم. آمریکا که یکی از بهترین قانون اساسی های دنیا رو داره، خودش میگه من این رو بر اساس در واقع بندهای اون صلح کوروش یا منشور کوروش نوشتم. اسرائیل هم همینطوره. اسرائیل خیلی جالبه. حالا بعضی ها خب در این 40 چند سال هی خواستن برای ما در واقع داستان رو تغییر بدن و میگن مثلا اسرائیلی ها فلانند و بیسار. شما نگاه بکنید، نتانیاهو در دل جنگ، یعنی یک حکومت که در حکومت جنگ داره میکنه با 7 جبهه که جمهوری اسلامی براش ساخته، مردمش آزادانه میان بیرون بر علیه نتانیاهو که رهبرشون هست حرف میزنن، راهپیمایی میکنن و او هم مجبور جواب بده. حزب مخالف مثل آب خوردن ایشون رو در واقع زیر سوال میبره، به استیضاح میکشونه و ایشون هم اگر شکست بخوره مثل آب خوردن، بدون اینکه قطره خونی از دماغ کسی بیاد عوض میشه و یکی دیگه جای ایشون میاد. دیدیم چقدر اینها همونه که میگم روح قانون منطقی و انسانی. پس ما ایرانی ها که مادر و زادگاه این قانون جهانی هستیم، با منشور و کوروش اشتراکات بسیار زیادی الان با آمریکا و اسرائیل داریم. اما در وطن خودمون قانون خودمون غریبه است. یعنی حتی یک بند از قانون جهانی کوروش که گفتم در همه جا الان دیگه شما میتونید روحش رو، نورش رو و ردش رو پیدا بکنید، در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداره. یک آخوند با یک کارگر برابره، یک پاسدار آدم کش که آدم میکشه با مردم عادی برابره. میدونید چه ظلم هایی میکنند و کردند و هیچ کس نفهمید، سرش رو پوشوندن به خاطر اینکه قانون در خدمت کسانی است که قانون رو در اختیار خودشون گرفتن. بنابراین ایران و ایرانی حس دوستی بیشتری با کسانی میکنه که باش هم نظر، هم عقیده و در ریشه های مشترکشون به هم نزدیکترن، نسبت به حکومتی که اومده کشورشون رو اشغال کرده و هزاران هزار فرسنگ چه معنوی چه روحی با اونها فاصله داره. یه نکته دیگه هم در مورد اشتراکات که میخواستم بگم از نگاه خودم خیلی مهمه. در کشورهای خارجی، آمریکا، اسرائیل، استرالیا، ژاپن، خب من جاهای زیادی رو رفتم دیدم، دوستان زیادی هم دارم. بهتون بگم ایرانی ها چنان در اون جوامع خوب کار کردن. شما جامعه آمریکا رو نگاه بکنید،
واقعا یک جامعه پیشرو مدرن و جزو چند جامعه درجه یک اونجاست از نظر تحصیلات، سواد، مسائل اجتماعیشون و چقدر در آمریکا روشون حساب میشه. در همین استرالیا با اینکه جمعیت ما زیاد نیست، حقیقتا این رو دوست ندارم به عنوان نظر شخصی یا از خود گفتن بگویم، ولی مهمه، به خاطر اینکه منظورم خودم نیست. در جایی که کار میکنم خب ایرانیان دیگری هم هستند و بسیار بسیار بچه های خوبی هستند، بسیار بچه های خوبی هستند، دمشون گرم. بارها از من خواسته شده بود قبلا که چون من ابتدا رفتم اونجا شروع به کار کردم و این دوستانم بعدها به ما اضافه شدن، چقدر بچه های نازنینی هستن. بارها به من گفتن آیا کسان دیگری مثل خودت هستن از جامعه ایرانی که بیاری برای این کار؟ این کار یک کار خیلی مهم و با بیمار، با شرایط خاص، با بیمارانی که معلول هستند، عشق باید بگیرن، محبت باید بگیرن. خیلی انسانهای خاصی میخواد برای کار با انسانهایی در این سطح از مشکلات. بی‌تعارف بهتون میگم ایرانی‌ها هر جا رفتن جامعه هدف، حالا نگاه نکنید به بعضی محدود انسانهایی که منفیان، در هر جامعه هست، یا بعضی از این بلاگرها رو میبینم اون روز در اومده که خانمی گفته که نمیدونم اینجا هم فاجعه است، یا اون یکی دختر شجریان که ما هم برق نداریم، ما هم بدبختیم. اون بلاگر میگه که ما هم داریم زجر میکشیم در کانادا یا در فلان جا. خیلی این واقعا دادن این نوع عقیده ها خیلی زشته. مردم کشور دارن نابود میشن، برق ندارن در روز، از سرما، از گرما، از غذا، از ابتدایی ترین چیز. بعد یک نفر مثلا نشون میده ساعت 5 و 6 صبح بلند شده بره سر کار، بعد میگه اینم شد زندگی، اینم کانادا، اینم استرالیا. خب دوست عزیز، منم ساعت 5 و نیم میرم سر کار، افتخار میکنم که یک نفر منتظر منه که من بتونم به عنوان یک انسان یه اثر مثبتی بر زندگی یک انسان دیگر بگذارم. به هر روی اون افراد بذارید کنار. اینا همه گفتم تا برسم به همون داستان. اشتراکات مردم ما در این کشورها چنان داره ریشه هاش رو زیاد میکنه که واقعا جوامع مقصد دارن میبینن چقدر ایرانی ها انسان های سخت کوش، انسان های خوبی هستن. حالا موقعیت جغرافیایی ما رو هم بهش اضافه کنید. یک کشور 4 فصل، زیبا، پر از انرژی، گرما، سرما، برف، صحرا، شب زیبا، بارون، هر چی که شما بخواد، معدن، نفت، گاز، کوه، هر چی که فکر بکنید. یک اقلیم برای خوشبختی نیاز داره. مسیر اصلی بین تمام کشورها، الان دیدم امارات هم داره یه پروژه رو دوست داره از طریق ایران بگذرونه. 10 پروژه در زمان جمهوری اسلامی که از دل ایران باید میگذشت، به خاطر این حکومت نکبت مسیرش رو عوض کردن. هزاران کیلومتر دور زدن، رفتن از مثلا پاکستان یا از هندوستان یا از جای دیگه رفتن، یا از آذربایجان رفتن. چرا؟ چون این نکبت ها اینجا رو گرفتن. پس نتانیاهو هندونه زیر بغل ما نمیذاره. نتانیاهو فقط داره به صورت یک انسان بیننده واقعیت نگاه میکنه که مردم ایران وقتی که 11 سپتامبر میشه و بسیاری از کشورها که حالا اسمشون نمیخوام بیارم به خاطر عقاید مذهبیشون جشن میگیرن کشته شدن آمریکایی ها رو، مردم ما در تهران در شهرها شمع روشن میکنن و تسلیت میگن. وقتی که حمله میکنن به اسرائیل در 7 اکتبر، اون فاجعه غیر انسانی زشت رو با تجاوز، با کشتن بچه و نوزاد، با سوزوندن، با تجاوز به دختران اسرائیلی انجام میدن، خیلی ها خوشحال میشن، جشن میگیرن و میگن آره ما فلان. ایرانی ها تنها جامعه ای بودند با وجود اینکه حکومتشون 100% مادر تمام این کارها بود، اصلا و ابدا حمایت نکردن. دنیا رو شوکه کردن مردم ایران. حالا متوجه میشیم این هندونه زیر بغل نیست. آقای نتانیاهو فقط داره آن چیزی رو که میبینه، آن واقعیتی رو که از من و شما مردم ایران
کف جامعه ایران داره میبینه میگه. برای همین هم هست که میگه با این اقلیم، با این سرزمین، با این مردم، با این سطح از سواد، با این پتانسیل ها، فردا محور آمریکا، ایران، اسرائیل یکی از بزرگترین محورهای جهانی میشه. خاورمیانه رو که در واقع نقطه تنش در دنیاست، هر جا رو شما بچرخید میبینید یه دمش برمیگرده به خاورمیانه. میبینید سرباز استرالیایی در خاورمیانه کشته شده، آمریکایی بوده، جاهای دیگر بودن، مسلمان ها که الا ماشاءالله با هم مشکل دارن، جمهوری اسلامی با عراق جنگیده، بعد با هم دوست شدن، بعد حالا بر ضد کشور دیگر، عربستان با اون، عراق با. میدونید این حجم از جنگ در این منطقه واقعا نیاز به یک محور عشق، محور انسانی، محور دوستی و یک پیمان کوروش داره. یک پیمانی که دوباره به جهان بگه کشورهای درجه یک دنیا وقتی کنار هم وای میسن میتونن صلح رو، رونق رو، پرپولی و اقتصاد خوب و وضع عالی و هزاران چیز مثبت دیگر رو به کشوراشون بیارن. شما ایرانی فقط تصور کن برای لحظه ای، اصلا نفت رو بذار کنار، نفت رو بذار کنار، بگو آقا من از فردا نمیخوام نفت و گاز اصلا بفروشم. میلیون ها توریست در دنیا منتظره که این مملکت امن بشه و بیاد ببینه. چقدر من برای دوستان استرالیاییم از زیبایی های وجب به وجب خاکم گفتن و چقدر اونها گفتن آرزومونه که بیان مملکتتون رو ببینیم. خب اینهایی که دارن ده ها هزار دلار میرن در بالی و مالزی و اطراف و تایلند خرج میکنن یا میرن اینور دنیا اونور، حالا بیان تخت جمشید رو ببینن، بیان اصفهان رو ببینن، نقش جهان رو ببینن، شیراز رو ببینن، زیبایی های اهواز و آبادان رو ببینن، اون سرسبزی شمال و کوها رو ببینن. پول وارد مملکت میشه. میخوام بهتون بگم این صلح و دوستی بین این سه کشور مادر حل اختلافات بسیاری در منطقه و دنیاست. برای همینم است که دوباره نقش مردم ایران در این معادله پررنگ میشه. اسرائیل و آمریکا واقعا با رژیم جمهوری اسلامی مشکل دارن و دارن سعی میکنن ضعیفش کنن، ولی باز هم میگم اگر مردم ما ضربه آخر رو بزنن، مردم ما واقعا ارزشش رو داره که تلاششون رو 100 چندان بکنن در اعتراضات سراسری، اعتصابات سراسری تا ریشه این رژیم و این قوم بدتر از مغول که ایران ما رو داره نابود میکنه، آب و خاکمون رو نابود کرده، حتی آبرویی هم متاسفانه برای نام ایران نگذاشته. مردم گاهی اوقات تشخیص نمیدن که ما با جمهوری اسلامی فرق میکنیم. یکی از دوستان تعریف میکرد چند روز پیش، میگفت رفتم جایی تا گفتم ایرانیه، گفتن طرف رفتارش عوض شد. حالا چگونه ما به اون طرف بفهمانیم بابا ایرانی همونیست که عقاید کوروش بزرگش در قانون تو هم هست، همونیست که عشق میورزه به تو، به دنیا. ملاها رو بذارید کنار و روزی که مردم ایران موفق بشن این ملاها رو در زبالدان تاریخ بیاندازند، به دنیا ثابت خواهند کرد که چه کسی هستند و چه بودند و چگونه خواهند بود. این رو باید باسش کار کرد، تلاش کرد، جنگید، به خاطر اینکه حق گرفتنی است. به هر روی مثل همیشه دوستتون دارم. مراقب خودتون، مراقب یکدیگر، مراقب ایران و مراقب شاهزاده رضا پهلوی باشیم. روز و روزگاران بر شما خوش باد.